خب خیلی خوش آمدید. ما ما سالای زیادی داریم، متنوع و متکثر. با سلام به مقام عظمای ولایت دامت مرزاتو. شما متنوع و متکثر بپرس، منم جوابامو متنوع و متکثر پرت میکنم به صورتت. چی شد که شما از امریکا برگشتید؟ هیچی، بویی کباب شنیدیم، دیدیم امام برگشته ایران سفره انقلابو پهن کرده، ما برگشتیم یه دلی از عزا در بیاریم. وقتی قصد کردید بعد از پیروزی انقلاب برگردید به تهران، به این فکر میکردید که موقعیت‌های بهتری برای شما در پیشه یا نه صرفاً به صورت ایدئولوژیک و عقیدتی میگفتید که دیگه الان وقتشه برگردم ایران؟ ایدئولوژیک کدومه؟ عقیدتی کیلویی چنده؟ اومدین دیدیم هرچی اراذل و باشه تو صف وکالت و وزارت و این حرفا وایسادن، مام زنبی رو گذاشتیم جا نمونیم. و بعد وقتی رسیدید تهران چطور شما وارد این حلقه قدرت شدید؟ والا ما از حلقه عمامه امام شروع کردیم. امام که اومد ایران کلکسیون امراض بود. من 4 تا از لاشخورایی که در خدمت استکبار جهانی دکترا به جیب زده بودیم خودمون رو انداختیم وسط، هر کدوممون برای یه جای امام نسخه پیچیدیم، بعدم گله‌ای وارد حلقه قدرت شدیم. حضرت علی در کابینه آقای هاشمی بودید، در کابینه آقای عظما، تو کابینت آقای عظما هم بودیم. گرایش سیاسی خودتون رو ولی طبیعتا اصولگرایید نه؟ اصولگرا که نمیشه گفت، من بیشتر رو پولگرام، یعنی هر جا پول و پست و مقامی باشید گرامو میدم همون ور. مثلا شما الان سرپرست تیم پزشکی رهبر انقلاب هستید. آره دیگه، یه 30 سالی هست که رو جسم ناقص عظما خیمه زدم. این روزها چه توصیه‌ای به ایشون میکنید؟ والا از اونجایی که این روزها هوا پسه، توصیه‌ام بهشون اینه که شکر اضافه نخورن، به جاش میوه بخورن. به جز این که توصیه کردید شما به میوه، دیگه جدیداً چه توصیه‌ای بهشون کردید؟ توصیه بعدیم بهشون اینه که اخبار نخونن، چون خبرها همش ناگواره. یه خبر جنگ و دعوای جکوتونه برای نظام، یه خبر ترکوندن پایگاه بسیج و ارگانای نظام، یا خبر ترکیدن پاسداراست. خلاصه به خاطر همین توصیه هم بهشون اینه که خبر مبر نخونن. بعد رهبر انقلاب موبایل هم دارن؟ موبایل؟ چی شد یاد موبایل افتادی؟ از جسم ناقص عظما پریدی تو موبایل؟ والا من موبایل دست عظما ندیدم، بیشتر وافور دیدم که باهاش منور تراپی میکنن. شما پزشک فرزندان رهبر انقلاب هم بودید دیگه از کودکی؟ آره دیگه، بنده افتخار اینو دارم که پزشک عظما و تولهاش باشم. یعنی شما پزشک فرزندان رهبر انقلاب بودید؟ آقا مجتبی، آقا مسعود، آقا مصطفی، میثم، همه رو شما پزشک خانوادگیشون بود؟ اینا که سهل دوا درمون بچه‌ها و خرچه‌های اینا با منه. یعنی الان نوه رهبری رو هم شما در حقیقت آره با اجازت یه مطب دامپزشکی باز کردن، همه اینا رو از دم به صورت گله‌ای ویزیت میکنن. شما خاطراتتون رو ننوشتید؟ والا خاطرات من همش درباره اقصانوات جسم ناقص عظماست. از دست راست شروع میشه میره تا استخون ترقوه و از اون طرف ترموساتش میزنه بیرون. زیاد نوشتن نداره. شده تا الان روبروی آینه بیستید و با خودتون حرف بزنید؟ آره، از این دیوونه بازی ها زیاد در میارم. وای نیستم جلو آینه میگم ای توف تو ذات بد ذاتت مرندی، عمر تو صرف زنده نگه داشتن یه هیولای عمامه‌دار کردی، حالا بخور. آقای دکتر شما فکر میکنید اختلال روانی داشته باشید که نیاز به مراجعه به روانپزشک داشته باشید؟ همین که دارم زور میزنم یه جنازه پا به گور رو از دست اسرائیل فراری بدم، اختلال روانی دیگه نیست. در مورد من چیزی ذهنتون رو مشغول کرده؟ مورد شما؟ چیزی که در مورد تو ذهنم رو مشغول کرده این کله فندقی اون فیس پاچه خارته که بد جوری رو اعصابه. چت رو باز کردی، گلابم انداختی گل عمامه عظما، هم تاپ میخوری هم رانت میخوری. ای نسناز. دست شما در نکن. یه آرزوی خوب. آرزو که زیاد، اما آرزوی اصلی اینه که عظما هر چه زودتر گور به گور بشه، ما از بر رفتن با جسم ناقصش خلاص بشیم. خیلی محبت فرمودید. بله. بله. کردید. خیلی لطف کردید. با دست شما.